درود دوستان، نواری که شما میبینید این دیروز در یک شهر آلمان برگزار گردید. مسابقه بوکس بود. اونجا چند نمودی ورزش بود. بوکس بود، موای تای بود، کیوان بود، MMA بود. و این دخترکی که شما در نوار میبینید این شاگردی من است. حاضر او باید با رینگ بروید بر ضد رقیب خودش. اون دخترک هم از آلمان است و در همون شهر خودش همون دخترکی که باید مقابل شاگردی من بروید قهرمانی همون شهر خودش است. اوید با کیک بوکسینگ حاضر باشد. اینا با هم بوکس میکنند، نمودی بوکس. و شاگردی من این یکمین مسابقهش میباشد برای بوکس کردن. این یکم بار است و قبل این هم تایسکی بوکس ماش میکرد در نزد دیگر استاد. اون حاضر اون همون مربیش هم قطعی ما هسته کمک میکند و برای بوکس برآمدن در مسابقه با من تیاری دید که من او رو آماده کنم برای این مسابقه. و حاضر شما میبینید ما طرف رینگ رفته ایستادیم و باید که مسابقه سر شود. الان رقیب این دخترک شاگردی من در رینگ است، انتظار است و حاضر باید که شاگردی من داخل رینگ شود. ما با هم همون کنج خودمون رفته ایستادیم، کنج کبود. و این مربی کیک بوکسینگش، تای بوکسینگش است و من مربی بوکسش. حاضر داخل رینگ. اینا باید 3 راوند 2 دقیقه بزنن. هر یک راوند 2 دقیقه ادامه میتیه و تنفس 1 دقیقه. انا این دخترک راوند یکم رو نشان میدهد که حاضر شروع میشود. راوند یکم مسابقه در شهر پگنیتسی آلمان گذشت. دیروز ساعتی همون مسابقه اول شاگردی من بود، شاگردی من با حریفش، و بعد آغاز کردن مسابقه را شاگردی من با رقیبش و خیلی مسابقه جالب هم بود. شما میتونید حاضر اینو تماشا کنید. شروع میشود با شورتی و چی سیاه شاگردی من است و با چی سرخ رقیبش. شروع شد. من برای چی آوازی همین چی را پس کردم؟ چون که در اونجا موسیقی هستن که در یوتیوب اجازت نیست اونا را چی کردن، ریختن. اگر در یوتیوب اونا را من همه خیلی با همون موزیکش میریختم، یوتیوب منو بلاک میکرد، چون که با گفتی رسو افترسکی پراوا من ندارم و برای همین آوازش خاموش کردم. آوازی اوریجینال شه و خودم حرف میزنم. فکر میکنم که این جالب تره برای شما. این کانال مشتی تاجیکی، اسم کانال مشتی تاجیکی است دوستان، و حتما ابونه شوید در کانال مشتی تاجیکی. من با شما خبرهای جالب رو همیشه پیشکش میکنم. شاگردی من حاضر زاده ایستاده، خیلی موفق هم هست و خیلی تیاری خوب دیده بود. هر روز می اومد نیم ساعت پیش از یک اون نکداون کرد حریفش. همون رفری حساب کرده ایستاده. ادامه میتین. در اینجا من گفتم که زدنگی، چون که الان او این ها دیده
الان خچه گم کردگی و رفری با من کرد، با نکداون حساب کرد و خیلی موفقم شد. دوستان چون که گفتم در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من پیش از این یک نوار ثبت کرده بودم، یک ویدیو کردم اما ان کردن چون که تنفس شد و فکر میکنم که حاضر امون حریفش دیگه نمیخواد جنگ کردن، برای که فهمید که زورش نمیرسه به شاگردی من و از محاربه دست کشید. و من نواری پیشینه رو من در داخل باید کمک کنم و حاضر رفری امون میایه میگه که تمام دیگه محاربه دیوازی من میبرم و حریفش از محاربه دست میکشد چون که فهمید که زورش نمیرسد. و من خیلی خوشبختم که شاگردی من برد. این برای من یک فخر است. دختر بچه ها نام دختر انیا است و خودش آلمان تبار است، در آلمان تولد شده است، ملتش آلمانی است و اسمش انیا است و 30 سال دارد. 30 ساله دختر مشق میکنه، میخواه که قهرمان شود. برای همین این هم یک فخره که بسیاری بچه ها از ورزش دست میکشن و این دخترک این دست بالا شد. و بچه ها بعد یک ویدیو کردم درباره محمد یعقوبوف. من متاسفانه خطا کردم و اسم محمد نعیموف رو در اونجا گرفتم. محمد یعقوبوف بوکسیوری تاجیک در امریکا به نزدیکی بوکس دارد و در همون کردی اساسی است، در جنگ اساسی چی میکند. این هم از داخل رینگ چون که ما شاگردی من برد دیده که با اون چی دادن و ما عکس گرفتیم. انا برای همین من بخشش میپرسم. من اسمی بجایی که محمد یعقوبوف نمبر کنم محمد نعیموف گفتم میشه و خطاگی، چون که شاید من یگانجا سراسیمه بودم برای همین ای کارا کردم. ای خیلی غلطی هم میشه و انشاءالله که ما کوشش میکنیم همیشه چی باشیم. دوستان در همین جا ما با انجام رسید و در کانال ابونه شوید.